سلام دوستان، خیلی مخلصیم به کانال یوتیوب بنده. بسیار بسیار خوش اومدین. یه سورپرایز قدیمی جدید براتون آوردم، یعنی هم قدیمیه همین که جدید تا حالا ندید. فکر نکنم دیده باشین، یعنی اگرم دیدن کسایی که دیدن خیلی کم دیدن. قبل اینکه من بیارم اون چیزی که میخوام بهتون نشون بدم و یه سابسکرایب بکنید، یه لایک بکنید، یه کامنت انگلیسی بزنید، عشق کنیم ما بریم که بهتون نشون بدم براتون چی آوردم. دوربینه. فکر می‌کنید فیلم برداری عکاسی. قیافه‌شو ببینید فکر می‌کنید فیلم برداری، ولی دوربین عکاسیه. برند المپیای ژاپن. دوستان این دوربین واقعا عتیقه است. واقعا عتیقه است. یه جوری حالت آنباکس داره چون نوعه و استفاده نشده تا الان. من امروز اینو براتون آنباکسش می‌کنم ببینید که توی اون موقع سال 2002 بعد باشه. سال 2002 دوربین عکاسی که برند المپیای ژاپن زده به چه صورت بوده. بریم که داشته باشیم. چقدر باز کردنش عجیب و غریب. خب اول که جعبه رو باز میکنیم با یه روی جعبه که چیز خاصی نداره، یه سری اطلاعات چرت و پرت زده که اونا رو حالا بهتون میگم دیگه. نه چیز خاصی نداره. بریم سراغ خود دوربین. یه کیف داره. اول کیف لاکچری ها، واقعا الان واسه دوربین ها همچین کیفی نمیذاره. خب بالا کیف هم که جای سیم و این داستانا داره، اینا هم توی کیف جدید هم هست. همونجوری گفتم آنباکس دوربین نوعه واقعا، ولی واسه سال 2002 دیگه، یعنی اولش چقدر میشه 21 سال قبل، ولی 21 سال پیش دوربین. یه بنده واسه چیز داره، واسه کیفش داره، رودوشی، بند رودوشیشه. یه دونه دفترچه راهنما که قطعا چیز خاصی توش نباید نوشته باشه چون دوربین اصلا چیز خاصی نداره، ولی یه دفترچه راهنما گذاشتن دیگه. حالا اون موقع مثلا چیز خاصی بوده. اینم دوربینی که یا خدا داشت میافتاد، دوربینی که میبینید برند المپیا برای سال 2002. دوستان دوربینم از جهات مختلف براتون بگیرم ببینید. حالا من دونه دونه قسمت‌های مختلفشو دوستان جلو همونجوری که می‌بینید لنز، یه درپوش لنز برمی‌داریم. حالا درپوش لنز رو برداریم با حالت چرخشی بازو بسته میشه. یه سری از دوربین قدیمی‌ها این شکلی بود قبلا دیگه، یادتون باشه. یه چیز جالب دیگه که دوربین فیلم می‌خوره، یعنی شما داخل این بعد فیلم بذارین، فیلم عکاسی، و رول میشه داخل این برش، یعنی این بر خود فیلم قرار میگیره، این بر رول میشه و بسته میشه. دوربین با باتری کار میکنه بچه‌ها. من قبلا خودم باتریشو داخلش گذاشتم، باتری آکبند خود دوربین بود، ولی همونجوری که میبینید مثلا برچسبای جلوش هنوز کنده نشده، یعنی پلاستیک روش هست، یا مثلا بغلش هنوز پلاستیک روش هست. حتی نوع دوربین دیگه، یعنی باید باشه. یه فلاش جلو داره برای عکاسی مثلا تو تاریکی و شب و این داستانا. یه دونه LCD بغل مثلا داره که واقعا LCD نیست بچه‌ها، چون یه حالت نمایشگر کوچیک اینجا داره ولی نمایشگر دیجیتال نیست، یعنی یه جوری حالت مثلا پیروسکوپه. یه دوربین اینجاست که به صورت پیروسکوپی بالا نمایش داده میشه. نمیدونم برای چی این کارو کردن، گذاشتن اینو، چون مثلا نه وضوح آنچنان بالایی داره، نه مثلا کیفیت خاصی داره، مثلا کارایی خاصی هم نداره، چون مثلا از این میبینی جلو رو دیگه. حالا چرا مثلا باید بیای از این؟ بعد جالبیش اینجاست که مثلا این مانیتوری که کناره، ابعاد مثلا نمایشگر مانیتوره همین تقریبا ابعاد این لنزی که توی چشمیش هست، یعنی تفاوت آنچنانی نداره، ولی حالا گذاشتن دیگه به اون آپشن مثلا لاکچری، مثلا اینو بدی کنار رو میگی واه آماده شد، مثلا میخوام ازت عکس بگیرم در این حد مثلا. حالا خلاصه اینم گذاشتم. بعد میریم سراغ چشمیش. یه چشمی اینجا داره که دیگه واقعا نه شاید باورتون نشه، ولی واقعا اینم وضوحش افتضاحه، شاید باورتون، یعنی هیچی معلوم نیست از توش. یعنی فقط ببینید، میتونید ببینید که مثلا طرف کجاست، یعنی اینکه بخوای جزئیاتو مثلا از توش ببینی متاسفم. بعد اینم مثلا به چشمی اصلا به لنز ربطی نداره،
از این جلو دیده میشه، یعنی این چشمی از این جلو دیده میشه، این در بغلش هم باز از این جلو دیده میشه، ولی هیچ کدوم اصلا به لنز ربطی نداره. این از این قسمتی که حالا میشد بهتون توضیح بدم. بریم سراغ پشتش. یه پنل خاموش روشن داره و این دکمه واسه عکس بعدی، یعنی شما یادتون باشه، نمیدونم کیا دوربین قدیمیه که فیلم میخورد آنالوگا استفاده کردن، ولی اون اینجوری بود که مثلا عکسو میگرفتی بعد میچرخوندی تا این فیلم جابجا شه که بتونید مثلا رو قسمت بعدیش هم عکس بگیری. بعد خب یه سری دیجیتال بود، شما عکسو میگرفتی خودش میرفت بعدی، یه سری بعد با دست میچرخوندین که میرفت عکس، یعنی میرفت تو جایگاه عکس بعدی. این به صورت دیجیتاله، حالا خدا رو شکر با باتری کار میکنه. البته این دکمه رو میزنید به عکسی گرفتین میزنید خودش میره فیلم بعدی که دوباره بتونید عکس بگیرید. اینم که دکمه خاموش روشنشه دیگه. حالا باتریش البته یه ذره ضعیفه چون باتری فابریک خودشه یکم ضعیفه، ولی در همین حد دیگه. حالا کارای خاصی هم نداره، فقط در همین حده که مثلا چند تا فیلم مونده و از این داستان. حالا فیلم هم داخلش نیست. یه دونه هم خروجی هدفون داره. حالا شاید بپرسین که خروجی هدفون برای چی؟ خروجی هدفون برای اینکه دوستان این دوربین عکاسی یه جورایی واکمنه، یعنی واکمنه، یه جورایی نه واکمنه. به چه صورت؟ این بغلش باز میشه و نوار میذارین توش و همینجوری که دارین عکاسی با کیفیت تخیلی رو انجام میدین، آهنگم گوش میدین و از اون عکاسی تخیلی کمال لذت رو میبرین. این به این صورت با دکمه باز میشه، نوار داخلش گذاشته میشه و حالا پلی و جلو عقب و استاپ و اینا هم داره. نه، پلی و فقط جلو داره، پلی و جلو استاپ. بعد حالا من استیکرش اینجاست، صداشو میشنوید؟ دوستان این یه ذره کند پخش میشه، من فکر میکنم یا خدا استیکر لاکچری ها آهنگ تمام شد. ولی یه استیکر این بغل داره که حالا یا به خاطر قدیمی بودنش صداش اینجوریه یا اینکه باتریش ضعیفه صداش اینجوریه، نمیدونم. یعنی این صدای خواننده رو به بدترین شکل ممکن براتون پخش میکنه دیگه اگه این شکلی باشه. حالا در صورت بالای این دوربین یه دکمه آن و آف داره و برق دی سی بهش وصل میشه. این برای موقعی که شما نمایشگر اینجا روشن شد زد کاست توشه و باتری هم پره و نشون میده باتریش پره. نمایشگر باتری داره او نشون میده باتریش پره و این گیکه نمیدونم چیه. و تایمر داره، کنترل از دور داره، فلش مثلا میزنه اینجا فلش روشن یا خاموشه اینجا نشون میده. ولی خب اینا باید دوربین توش باشه دیگه، یعنی میگن دوربین باید فیلم توش باشه تا ایناش هم کار کنه. پس باتریش پره. فکر کنم به خاطر قدیمی بودنش احتمالاً اون موقع مثلا اون زمان که تولید شده کیفیت بهتری داشته، به مرور زمان شاید این شکلی شده. و اینکه یه دکمه شاتر هم این بالا داره، شما این شاتر رو فشار بدین باش اگه ببینینش دستتون که میره این داخل، مثلا هندیکم قدیمی ها دستتون که میره این داخل از بالا شما میتونید عکساتون رو بگیرین و عشق کنید باهاشا به این صورت. پایینش هم که جای باتریشه، جوری که خودش زده 2 تا باتری واسه عکاسی و 2 تا باتری واسه واکمنشه و یه جای پایه دوربین هم داره دیگه، حالا یه جای پیچ تقریبا. بعد این آن آفش هم اینو می‌خواستم بگم، آن آفش و این دی سیش هم واسه اینه که یه موقع اگه باتری نداشتین میتونید وصل کنید مستقیما با کابل شارژ چیزی باش کار کنید، یعنی هم به صورت واکمنش هم داستان عکاسیش. اگه یه موقع باتری جایی نبودین ولی برق بود میتونید که مثلا از این استفاده کنید. البته خب دی سی دیگه، بعد 3 ولت هم هست، یعنی بعد یه آداپتور 3 ولت داشته باشین که ازش بتونید استفاده کنین و حالش رو ببرین. دوستان گفتم شاید این دوربین واسهتون جالب باشه، من خودم جزء معدود دوربینایی که تا هم دیده بودم، یعنی
تا حالا دست کسی ندیده بودم، خیلی دوربین خاصیه. گفتم که ببینینش. حالا من باز جهات مختلفش رو نشون میدم. این بالا پایینش رو اینم کجا بود؟ اینا. اینم از این برش ببینید، باز شدن درش رو ببینید، این بر، اینم به این صورت. و بابا لاکچری بوده یه زمانی، الان نبینید این شکلیه. رو مثلا اینو میگه رو واه واکمن هم مثلا داره. موقع مثلا ام پی 3 پلی اینا که نبود، شاید هم بود سال 2002 فکر نکنم، یا بود یا اینکه یا نبود یا اینکه اوایل اومدنش بود که این داستانا یادتون باشه. مثلا این واکمنای که بغل جیب وصل میشد بود اون موقع فکر میکنم. خب اینا مثلا اون موقع انقلابی بوده دیگه. حالا مثلا اومدن رو دوربین یه واکمن گذاشتن که دیگه مثلا کار جمع بشه دیگه. طرف هم میتونه مثلا یه جا تو کیفش بذاره آهنگش رو گوش کنه، هم موقعی که مثلا میخواد عکاسی کنه مثلا بیاد یه عکسی بگیره آهنگش هم همچنان داره گوش میده. حالا من فیلم نداشتم که بتونم ازش عکس بگیرم کیفیتش چک کنیم، ولی احتمالاً زمان خودش مثلا کیفیت قابل قبولی میداده دیگه. دوستان یه نکته دیگه که بهتون بگم، دوربین اصل ژاپنه. خب همین آپشن الان نیست دیگه، اصل ژاپن گیر نمیاد توی بازار ما. ولی خب میگم دیگه تو زمان خودش دوربین قابل قبولی بوده. امیدوارم که از ویدیو ما خوشتون اومده باشه. حتما برای ما پیشنهاداتتون رو بنویسین که توی کامنت ها که چه فیلمی براتون بذاریم که جذاب باشه واسهتون. من سعی می‌کنم از چیزایی که واسه خودم حداقل جذابه واسهتون بذارم. بازخورد میگیرم، اگه واسهتون جذاب بود به ما بگین، نبود به ما بگین. سعی می‌کنم از تجربیات خودم تو جای مختلف بذارم. این استثنا جزو تجربیاتم نبود، ولی به نظرم واسهتون جذاب میومد. واسهتون فیلمش گرفتم گذاشتم که امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما ما رو لایک کنید، کامنت انگلیسی و سابسکرایب کنید. یادتون نره حمایت کنید تا بتونید فیلم‌های بهتری واسهتون بذاریم. خیلی مخلصیم. خوب پول در بیارین. ممنون. فعلا خداحافظ.